معرفی بازی بالدرز گیت 3 برای کامپیوتر داستان بازی نقش‌آفرینی و نوبتی 3 بالدرز گیت در سال 1494 از تقویم دیل دقیقاً بعد از وقایع بازی نقش‌آفرینی سکوت به جهنم دسینت اینت اورنس و 100 سال بعد از دومین قسمت از سری بازی یعنی عنوان بالدرز گیت آی شادوز اف ام که در سال 2000 منتشر شد رخ می‌دهد. در این داستان مایندفلیرها راهی برای ساخت کشتی‌هایی به نام نتیلوید یافتند که می‌توانند به وسیله آنها بین دنیاها سفر کنند. به گفته استودیو لارین در طول داستان از سرزمین‌های دیگر و حتی آندردارک دیدن خواهیم دید. شخصیت بازیکن و همراهان اصلی او همگی توسط کرمی انگلی آلوده شدند که آنها را به مایندفلیر تبدیل خواهد کرد، اما به دلایل این روند تغییر شکل مثل معمول رخ نمی‌دهد. یکی از مأموریت‌های اصلی شما در بازی بالدرز گیت 3 کسب اطلاعات بیشتر در مورد این انگل و پیدا کردن راهی برای خلاص شدن از آن است، با اینکه همراهان نشانه‌های تغییر شکل به مایندفلیر را نشان نمی‌دهند. این انگل هنوز بر روی شما و آنها تاثیرگذار است و به کمک آن شما می‌توانید ذهن خود را به مردم دیگر متصل کنید و از دیگر توانایی‌های آن سود ببرید. ولی هرچه بیشتر از قدرت این انگل برای پیشبرد اهداف خود استفاده کنید، مایندفیل‌های دیگر که در مسیرتان خواهید دید شما را راحت‌تر کنترل خواهند کرد.